ببین وقتی بهش دقت میکنم میبینم ما هر روز و هر ثانیه در حال فراریم. از چی؟ از واقعیت. حالا واقعیت چیه؟ چیزی که میخوایم تو قسمت پنجم پادکست یک قدمی در موردش صحبت بکنیم. شایان، تصور کن که داری توی یه جاده رانندگی میکنی، صبح گرگو میشه و جاده یخ زده، کنترل ماشین از دستت خارج میشه، ماشین برخورد میکنه به گاردریل، حالا یا از جاده منحرف میشه، اصلا چپ میکنه، یه اتفاق خیلی بدی میفته، حادثه تموم میشه. میخوای فکر کنی، میخوای ببینی مقصر کی بوده، برداشت اولیت چیه. بچه‌ها میتونن تو کامنت بنویسید، الان میتونید ویدیو رو نگه دارید تو کامنت بنویسید این سناریو تصور بکنید و بگید که تو اون وضعیت مقصر میتونه کی باشه. نظر. اصلا مهم مقصر کی بوده؟ یعنی موقعی که تو اون وضعیتم شاید اصلا ببین هدف سوال مهم من نباشه اینه که کی که میخوام مقصره. ببینم تو میخوای یه چیزی اصلاح بکنی. خب الان مقصر کی بوده که پیداش کنی و میخوای به قصد این نیست که بخوای خودتو اذیت کنی، الان خودتو خالی کنی که مقصر که فوش بدی، میخوای پیداش دقیقا کنی و اصلاحش بکنی. تو این وضعیت مقصر حادثه کیه؟ خودم خب چرا؟ خودم چون میتونستم تایم مناسب تری انتخاب کنم. نه اگر لزوما. میدونستم قراره، نمیدونی جاده یخ اگه زده. میدونستم مثلا، خب میتونست، آره راست میگه، اگه بخوام از این زاویه نگاه کنم که نمیدونستم یخ زده، نمیدونی تو لزوما من وقتی مقصر نیستم. میدونی وقتی یه حادثه رو که تموم میشه بهش نگاه میکنی، خب معما چو حل گشته دیگه، تو میدونی حل شده، تموم شده، پاد این آره کار دیگه. انجام بدن دیگه. ولی بحث ما اینه که تو زندگی و مخصوصا حالا چند تا مثال تریدی خوبم که میخوام بزنم اینجا، ما که پیش میریم نمیدونیم اونور پرتگاه چیه، اونور اون خیابونه چه قولی منتظرمونه ترتیبمونه بده. میدونی بحث سر اینه بیشتر. با این نظر مقصر لاستیک ماشین که سر خورد. خب نه، حالا جوابشو میگم. نگاه کن، مقصر در اصل آره خودمونی از نظر من. اما ببین تو یه موقع هست که به یه جواب میرسی ولی راه حل رسیدنت به جواب اشتباهه. اصولا ما به خاطر جواب هامون نمره نمیگیریم تو حالا امتحان بخوایم بگیم. ببین هر بخشی از اون فرمولی که تو مینویسی حل میکنی یه امتیازی داره، یه نمره‌ای داره برای یه معلم. امتیاز. جوابت هم مثلا میگه 25 صدم جوابه، در صورتی که اون راه حلی که تو رو به جواب میرسونه مسیر تو رو مشخص میکنه که تو چقدر درکت از مثلا این فرموله و این مثلا مسئله ریاضی کامل بوده. فکر کنم قشنگ یه زمینه سازی خوبی انجام شده. حالا میخوای بیشتر بگم چرا مقصرم؟ آره بگو. آره، میگم من که متوجه شدم جاده لغزنده است یا حالا هر چیزی، میتونستم اون موقع با متناسب با جاده سرعتم رو انتخاب کنم، ایمن‌تر باشم یا هر چیز دیگه ای که بهم کمک کنه سیفتر برسم به مقصد. ما نمیتونیم متوجه بشیم که جاده، یعنی علم غیب از قبلش بدونیم جاده لغزندن، خب ولی زمانی که میایم، اگر ما برای خودمون یه سری پروتکل داشته باشیم، یه سری فرمول داشته باشیم به عنوان کسی که هر روز داره میره جاده، من هر روز دارم ترید میکنم، من هر روز دارم فلان شغل انجام میدم، یه پروتکل داشته باشم که بسنجم میزان ریسکی که داره منو تهدید میکنه. حالا این سنجشه میتونه این باشه که به عنوان راننده بیام یکم مثلا ترمز کم کوچولو بزنم ببینم چقدر گیرای ترمز من چقدره، فرمون پذیری هندلینگ ماشین رو بسنجم. یه بخشش مثلا این که حالا بگیم تو جاده میریم دو تا پیچ، تا الان ترمز من خوب بوده، دو تا پیچ بالاتر مثلا جاده یه مشکلی داره، اینو بیام از هم جدا بکنیم. یعنی ممکنه شاید تو ذهنیم باشه که مثلا نه تو ترید میخوام از کجا آینده رو پیش بینی بکنیم. ما داریم در مورد رخداد بیشترین احتمال صحبت میکنیم. حتی تو زندگی هم به نظرم همین شکلی. مثلا 70% 80% تو با همین تست ترمز گرفتنه میتونی از اون خطر 80% دور باشی. 20% که دیگه نمیتونی کاریش کنی دیگه. مثلا آقا جاده بسته شده، تصادف زنجیره‌ایه، یه کامیون میاد میزنه، تموم میشه، نصف میشی، تموم شد و رفت. خب چیکارش کنی؟ در طی 365 روز چند روزش مثلا تصادف زنجیره این شکلی میشه؟ مثلا یه روزش هم شاید مثلا نشه به این شکل. احتمالش کمه. آره احتمالش خیلی کم. بس اینم تفکیک بکنیم، در مورد این احتمالات کمه صحبت نمی‌کنیم. عموما بازار کنترل پذیر، یعنی معلومه داره چی کار میکنه. این که ما تست نمیگیریم میزان ریسکمون رو بسنجیم باعث میشه که ریسک زیاد بکنیم، آسیب زیاد ببینیم، بعد دیگه دومینوی کل رفتارمون اشتباه میشه. این تا اینجای کار. یه چیزی که جالب اگه بهش دقت بکنی، من یه پیام گرفتم، یه دایرکت گرفتم که براتون اینجا میذارم، جوابشم حالا زیرش یه جایی تو این صفحه هر جا شد براتون میذارم. در مورد این بود که یه چالش، یه حالا میخونید دیگه، یه چالش، یه مشکلی پیش اومده براشون و
میخواستن که از این چالش رد بشن. جواب منم که مشخصه، میتونید حالا استاپ کنید مفصل بخونید. بحث سر اینه که من از این برداشتی که داشتم به این فکر افتادم که این ویدیو رو بگیرم، به خاطر اینکه مغز ما توی موفقیت‌ها دوست داره بمونه، قشنگ عشق و حال کنه، برای خودش چای میریزه، پاشو میندازه رو پاش، دوست داره تایم بیشتری تو اون موفقیت غرق بشه بمونه و خدا نکنه که بخواد یه ضرر، یه خطا، یه شکست اتفاق بیفته، به سرعت دوست داره اولین دری که میبینه رو باز کنه، ازش فرار بکنه. مثلا ممکنه یه نفری از یه رابطه اومده بیرون، براش یه بار فشار روانی داره تحمیل میکنه. خب اولین راه فرار ما اون فرد مثلا از این اتفاق چیه؟ وارد یه رابطه دیگه شدن جدید. همینه دیگه. خب اون خودش یه چالش جدیده. به خاطر چی؟ به خاطری که من به عنوان بنیاد مشکل دوباره دارم خودم میبرم توی یه جای جدید که بازم میتونم خودم مشکل درست بکنم. حالا تفکر اشتباه ممکنه چی بگه؟ بگه که خب من که مقصر نبودم، اون طرفی که ازش جدا شدم آدم اشتباهی بوده. ولی سوال، همون آدمی هستم که پشت فرمون تو جاده بودم دیگه. وظیفه من بوده تو اون رابطه مثلا بیام این ترمزه رو بزنم، تست کنم. قرار نیست که میدونی با این ماشین برم تو دره. یه جایی که میبینم اشتباه میتونم پیاده شم دیگه. پس باز مقصر فرد نبوده، مقصر تمامش متوجه منه. این که بقیه رو مقصر بدونی یا خیلی شاید راحت تر باشه. آقا مثلا اون یارو مقصره، خودش هم بره مشکلش حل کنه دیگه. قرار نیست من وقتی بذارم مشکلی حل کنم. شاید دم دستی ترین جواب باشه برای اینکه بخوای یه مشکلی رو نادیده بگیری. تو این موضوعی که طرح مشکل و مسئله میشه، همیشه اولین راه حل بدترین راه حله. یعنی تو وقتی به یه چالش و مشکل میخوری، اون سیستم بقا عمل میکنه. مثلا استرس میگیری، ترس داری، اصلا بدن نمیفهمه که این ترسه از جنس اون ترس نیست که حیوان دنبالته. ریاکشنش ثابته. حالا من مثلا تو فرصت قبلی هم که شد در مورد مفصل گفتم تو ورکشاپ ها و اینا، ریاکشن ثابته دیگه. این کرکرا رو میکشه پایین، میگه بجنگیم دیگه، یا جنگ یا گریزه یا فریزه دیگه. فریز میشی یا فرار میکنی دیگه. راجع به ترس، آره یه چیزی بگم شاید حالا به بحثمون هم کمک کنه. راجع به مسیرهای ترسه. مثلا ما یه ترسی بهمون وارد میشه یا احساس ترس میکنیم، چجوری بهش ریاکشن نشون میدیم. مغز، حالا مثلا بخوام سادهش کنم، مثلا خودتو تصور کن تو خونه تنهایی، بعد یه صدای وحشتناک میاد. اولین چیزی که ذهنت میره این که دزده یا یه کسی اومده. بعد این بهش میگن مسیر کوتاه ترس. یعنی اولین حالت بدترین سناریو رو در نظر میگیره. بعد که یه ذره مثلا ضربانت میاد پایین‌تر یا خودتو پیدا میکنی، میای شروع میکنی به تحلیل کردن. میگی خب الان باده، شاید باد عامل این بوده که مثلا پنجره بخوره به هم، مثلا صدای بلندی من بشنوم. این میشه مسیر دومش که مغز شروع میکنه به تحلیل و دنبال مثلا جوابای منطقی تر میگرد. ولی خب اون مسیر کوتاه به قول خودت واسه بقاه، یعنی باید اینجوری باشه. خب همینو ببرم تو فاز ترید یه کمی ملموس تر بشه، که اونم اینه که اگر بیایم همین مثال ماشین و جاده یخزده رو ببریم تو ترید. من دارم ترید میکنم و به خاطر مثلا عدم صبر، به خاطر عجله، به خاطر طمع، تریدر میاد یه ضرری به خودش تحمیل میکنه و زمانی که پایان روز میخواد عملکرد خودش رو بررسی بکنه که اصلاحش بکنه، میاد میگه که خب اوکی، تحلیل من که خوب بوده، من صبر نداشتم. غیر مستقیم داره میگه که تقصیر صبره، تقصیر من نیستا، سیستم من درسته، تقصیر صبره. میدونی من اینجا طمع کردم، تقصیر من نیست، مشکل طمعه. در حالی که چرا طمع است؟ آره، در حالی که قربونت تو مجموعه ای از طمع، هممون مجموعه ای از طمع، ترس، حس مالکیت، خیال پردازی، تک تک این حالتایی که داریم تجربه میکنیم و ناخودآگاه و ناآگاهانه تقصیر رو میندازیم گردن اینا، همشون ماییم. یه دید واقع بینانه و یه دید باحال اگه بخوام بدم، فکر کن داری یه شرکتی رو رهبری میکنی، مدیر عامل یه شرکتی. طمع یکی از کارمنداته، ترس یکی از کارمنداته.
زیاده خواهی باز یکی از کارمندات. مثلا خیلی تک تک مشکلاتی که ممکنه فومو مثلا بندازی گردن اینا، کارمندای تو هن و اگر اشتباه کنن مسئولیتش فقط و فقط متوجه شخص شما و متوجه هیچ کس دیگه ای نیست. اینکه حالا من بیام این یه سرنخ خیلی بزرگه ها، یعنی اینو با این نگاه و این همون طرح موضوعه، یعنی تهش به این میرسیم که مشکل من طمعه، ولی نوعی که دارم این مشکل و این فرمول حل میکنم خیلی فرق میکنه، خیلی فرق میکنه. اون موقع میگی مشکل طمعه و سریعا از اولین در فرار میکنی که میگی من در این شکست سعیم نیستم و مشکل طمعه. ببین الان طمع داره اینجا چیز میگه، اگر طمع من درست بشه من فلانم. از اولین در تو فرار میکنی، باعث میشه که چیکار کنی، چه اتفاقی بیفته، روی اون مشکل تو عمیق نشی. زمانی که عمیق نشی روی اون مشکل، توی همون پیامی هم که دادم، جوابی هم که به اون پیام دادم رو صفحم اومد، گفتم که ما باید بهای اشتباهاتمون رو بپردازیم. بهای اشتباه باید پرداخته بشه. اگر تو بخوای فرار بکنی، بهای اشتباهاتو نپردازی، رو اون موضوع عمیق نمیشی، در چرخه اصلاح قرار نمیگیری و زمانی که در چرخه اصلاح قرار نگیری، چیزی که اصلاح نشه دوباره تکرار میشه، دوباره تکرار میشه و دوباره تکرار میشه تا کی؟ تا زمانی که اون چرخه درست بشه. پس حالا ما یه مسیر فرمول جدید داریم دیگه. مدیر عاملم طمع داره اشتباه میکنه، تقصیر منه، من باید طمع و کنترل. تمام اینا بد نیستن، طمع خوب، اگر طمع نباشه شاید هیچ وقت ما هنوز داشتیم مثلا با عرابه میرفتیم برابر، هنوز دور آتیش بودیم. اگر ترس نبود مثلا نسل بشر منقرض شده بود، خیلی اتفاقا افتاده بود. تمام اینا خوبه به شرط اینکه کنترل بشه. وظیفه کی کنترلش بکنه؟ وظیفه شما، نه وظیفه این که حالا بگی این طمع و یه راهی بیام درستش بکنم. اون بخشی از ما، اینو بفهمیم کار تمومه. حالا یه تجربه شخصی هم برای بچه‌ای که تا آخر همراه بودن، این نکته دیگه حقتون هست واقعا. یه زمانی ما میایم ترید میکنیم، یه فعالیتی انجام میدیم و این حسابه یه ضرری بهش تحمیل میشه. خب یا میایم یه حسابی رو کال میکنیم، 10% 20% از این حساب از بین میره. شب میخوابیم، صبح دوباره بیدار میشیم، میام همون روند روتین عادی رو انجام میدیم. البته که اون احساس سرخوردگی و احساس ترسیدن و عدم اطمینان و همه اینا وجود داره، یا میخوایم تلاش کنیم جبرانش کنیم یا دیگه اون رونده پیش میره دیگه. هیچ اقدامی برای اصلاح معمولا اینجا اتفاق نمیفته. چرا؟ چون پیرو جنبندی کل ویدیو این بود که ما اومدیم تقصیر همه چیز ناآگاهانه و ناخودآگاه انداختیم گردن اون صبر، اون طمع، اون خبر و اون رونده داره دوباره ادامه پیدا میکنه. هنوز ریشه مشکل پیدا نشده. ریشه مشکل کجاست؟ ریشه مشکل اینه که ما دوست نداریم قبول کنیم و شاید با این واقعیت روبرو بشیم که واقعا شاید ما یه کاراکتری هستیم که حساب کال میکنه. تقصیر کسی نیستا، کاراکتر منه. شاید من یه کاراکتری هم که 10% 20% حسابو تو یک روز، یک معامله یا یک ساعت از دست میدم. اینم کاراکتر منه. ولی چون شاید نخوام، شاید که اکثریت نمیخوان با این واقعیت روبرو بشن که کاراکتر فعلیشون این شکلیه، اون چیدمان، اون پازلی که کنار هم گذاشتن و شده وضعیت فعلی معامله گریشون، این حساب کال میکنه. حالا هی بیا فرار کن، هی بیا بنداز گردن چیزای مختلف. راه حلش اینه، یه بار با علم به این که اون کاراکتری که ساختی چه شکلیه، آیا حساب کال میکنه، برو باش روبرو شو. یه حساب دمو، یه حساب اصلا ریل با سرمایه کم بساز و بدون اینکه حالا با کمترین احساسی رو بخوای دخیل کنی. به قصد این نباشه که اصلا بفهمی تو سود دهی یا ضرر ده. به قصد این باشه که بفهمی اوکی کف من چقدره. یعنی من یه ماهی رو ترید کنم بدون در نظر گرفتن به این که چقدر قرار سود ببرم، چقدر قرار ضرر کنم، اصلا چند درصد میخوام سود کنم، فلان پراپو میخوام پاس کنم. اینا رو بریز دور. یک ماه ترید کن و اون عددی که به تو اون برآینده حسابت میده اون خود واقعیته. دیگه حداقل میدونی من یک تریدری ام که منفی 7% ماهانم، منفی 20% ماهانم، دیگه نمیای از منفی 20 یا بگی من میخوام ماهی 10% سود کنم. این گپ این بین کارو خراب میکنه. هدف ماه بعدت اینه که من از منفی 20 برسونم خودم به منفی 10.